خب السلام علیکم مردم. ما امروز تصمیم گرفتیم که برای شما ابزارچه درباره تویوتا فیلدر بکنیم. چند سومه چی نوارته رو داره. خب میریم. خب سر میکنیم کم ترک اول ای استوری تویوتا فیلدر در کجا برآورده میشه. تویوتا فیلدر برآورده میشه ماشین ژاپنی، ماشین ژاپنی. تویوتا فیلدر تا حاضر است پکلینی برآوردگی. از سال 2006 تا سال 2008 یکم پکلینش، از 2008 تا 2000 دیگه پکلینی. کی از مثل ما دیگه پکلینی در برای دیگه پکلینی شده میگه. آن ماشین ما گفتیم دیگه پکلینی رستайлینگ دیگه. از سال 2008 تا 2012 ماشین رستایلینگ دیم گنراسیون فیلدر قطعی اکسیا هر دش یک برآورده میشوند. تو هیچ فرقیتی ندارند. تویوتا فیلدر کاراوان یونیورسال آن اکسیا باشه سیدان. خب با خاراکتریستیکاش تویوتا فیلدر موفق غلطه برای آدمایی که کاراوان در کارشون با یا پلیس دیگه چه نه تولکا برای کاراوان بودنشون با برای درون شهر، برای بیرون شهر، با برای مثال رای دادن رفتن ماشینی پسندش بچه خاطر برای کی ماشین خودش شروعه. مثال کامپلکتاسیای این ماشین ما گفتیم تویوتا فیلدر سال 2010 کامپلکتاسیاش X210 کامپلکتاسیای فولش همیای. این کامپلکتاسیا ابیشن کامپلکتاسیا در چی فرق میکنه؟ با مانندی پلاستماسا در تاگ بامپر، دیسکای 17 заводской، поворотник در боковинку، безключевой доступ و سپویلری عقب. خب در این ماشین موتور 1.8 VVT دوال مونده میشوه که 125 تا 136 قوه اسب میده. نسبت به مودیفیکاسیون ماشین مثال ده. خب در اکسیا فیلدر موتور 1.5 و 1.8 مونده میشوه. لیکن ما فکر میکنم برای کاراوان 1.8 موتور خوبتره. به چه خاطر؟ به خاطری که مثال ماشین خزه است نه بار 20 زده میشوه. آن موتور 1.8 زور نمیاد. مثال موتور کمتر هم باشه با قوتره. خب قطعی موتور مونده میشوه коробкаи автомат و واریاتор که 5 کورسه میشوند و با فونکسیای روشنی علیش کردن передача مونده میشوه. برادرها گفتم کامپلکتاسیای X210 هم در کامپلکتاسیای ژیر نشان میای. در کامپلکتاسیا میاد 4 تا الکتروپاکت، салони кожаный، сиденье кожаный، мультирул و функция دیگه. خب برادرها салонش هم яким нигоҳ салони дастаточно солидный, салони хушрӯй. мисол ручкои хромировании сиёҳ, баъзе мультирул гуфтем, приборкаи светли, понятни хушрӯ ва климат контрол. бо мешава ана скоростшани хеле бо духтагиан ба кожа ки беҳад хушрӯ метава. мақсад ки ҳам компютер X210 дара با قانون و قاعده‌ویش وظیفه کردگیم. با مثال نه پادلاکودنیکش раздвигаю شده. مثال پادلاکودنیک خودش به خودش پیش عقب میاد که مثال положение دست برای خشم موندن раздвигаю شه با این خوی میشه. مثال پادلاکودنیکش هم دستش پادلاکودنیک کالونای و салонش هم салони просторный. ماشین ما دستش заводённый. مثال шумш هم камай. چه خیلی که شما دیدین шумш камай با خاطر که شما مالیزاتش در کامپلکتاسیای ایمنا X210 کامپلکتاسیا را با قوتر کردگیان. این چیز مشاهده میشود. برادرها تویوتا کرولا فیلدر، تویوتا فیلدر در بازار تاجیکستان سر میشود 70,000 80,000 90 تا 100,000 сомон است. в зависимости от состояния میکنه. انا کامپلکتاسیا X210 گفتیم این کامپلکتاسیا فول شای مثال ایران نرخش کم تر قیمت‌تره. این ماشین نکی ماشینی پدخداشی برای درون شهر مثال برای بار ماشین خزایتون در کار باشه شما میتونید مثال در سومای 80 90 تا تویوتا فیلدر بگیرین. خب برادرها همین بود امروزه ویدیو ابزار ما. با شما معقول شید نشید فکرتون در کامنت را بنویسین. لایک پرچه سر فراموش نکنید. خب تا بازدید.